حاجی از قبضی که ما 3 نفریم. بسیار تو دل جمع باش. واقعی مانی بگو مانی همونایی که ما این ببریم. این چی نه؟ السلام علیکم و نیرالله اشتری بیاریم بخیر سلام. ما بیام ولی که خودی شما گرد داریم میشه بیام. بیاییم بفرمایید بیاییم یالا بیاییم مادر پیرزار منه بیاییم بفرمایید بیاییم مادر پیرزار مو که شما رو نمیپوشه دیگه بیاییم بشینیم مقالا نیرالله ما بیامدیم که به شما بگیم که یه حرکت به چند بار میبریم کارون آماده باشه که ما خود تیار کنیم. ما 3 تا بچه خاله ایم. عباس هم هست بچه خاله ما نه و انگیلک هم بچه خاله ما به تهران میریم به تهران به تهران میریم. یعنی شما فقط بگیم که بخیر کی سفر داره نفر چنده میبریم. براجو ما خب برای شما گفتم از اینجا شما مگر نفر 5000 پول به خود تیار کنید 5000 روپیه 5000 روپیه از اینجا که کار شما خرج شما مصرف شما به جمع خود شما نفر 8 میلیون هم شما رو میبرم به اونجا به تهران شما رو میبرم سر میکنم تحویل بدم به هر کس که شما برار داریم کاکا داریم دوماد داریم به اونجا شما رو تحویل بدم به اونجا که من تحویل دادم پول خور از شما بیخی چه اونجا گفت دوماد نهست که رام از نفر میده دلجا فقط ما به شما امیر میگم که از اینجا کارکرد کردیم 10 دقیقه را پیاده روی داریم دیگه با موتر میشه 1 نفر دیگه امکانی هست خودی ما گنگی هم هست میبریم چی فرق دیگه پولی واسه با چی رقم واسطه پولی با شما میتونیم واسه ما زماناتی میگم گم کار کنیه ما با کار ندارم یعنی پول بگو عباسی چی نگو خب عباسی چی نگو میرم اول عباسی که میزنی که بگه گم میشه گم بابا که گم که نمیبره که میشه باش امشب که چی صبح شب هم چی پس صبح شب امکان حرکت دادن هست که چند روز بعد 2 روز بعد بخیر 2 روز بعد بیخی چه ما کار اختیار میگم شما دیگه هر روز میریم اونجا دیگه ما دیگه همین کاروبار ما همینه 15 سال میشه نمی راه را من خیلی خویاله ویلا خدا خیلی خب پس بریم که چی دیگه بچه خاله بریم ما بریم باره خدمت سلامتی شما ما میگه کار اختیار کنی یا الله بیایم کسی نیم مادر پیرزار کنه بیایم یا الله بیایم بفرمایید کسی نیست رو بیای هیچ کس نیست نه برو بیا بشی خوبه دیگه شکر فضل خدا شکر چای بیارم نه چای به نمایی به سراش باید چای میخوری نه خاطر هسته نه نباید برارم سکو که من بیام چی؟ تهران با چیه؟ عباس چو بله ما دیلک بچه خاله ما 3 تا بچه خاله بفهمیدی ما پلان سنجیدیم که ما قرار کرده بخدیم بریم به ایران هستی یا نی؟ شما؟ تو به این جگاه از این اقدار که درس میگی چی فایده دیدی؟ کو به این کشور ما درس ارزش داره با خدا خلاص کنی مگری بری که 40 روپیات براره ببسید نه بابا سنگ پا مرده و گری بفروشه ما بیران میریم چرا؟ دیگه بیکاری بیپولی با خدا و کیسا و دست کنی حق بیپیلی این میبرم به طور میبرم به تهران میبرم شما نگذارم در شما میچی براره من کی گفته؟ میجی پوکه به لم میده من نمیرم چری؟ من درس تو اینجا چیکار میکنی؟ درس میکنی؟ دیو با نه خدا درس صرف 20 خلاص نکنی مگر که 40 روپیات و ماشین بفروشی 40 صنف 40 خیر بینی برای شما دیوانه برم من درس بخونم اولی که من درس بخونم دیوانه که من نمیگذارم من تو یک چیزی میگم تو دلی تو او کفر 100 سال بره بابا که خودم اون کیفسیگاه خون درگه دادی نمیده هم تو مکتب نرفتی چیکار کردی گیلن؟ درگه دادی رو مکتب نمیده
میگم دختر خاله بشه که این تلوکی میره مومنده که نانیشو با خونشه گیلا مومن چی میریم به تایران اولی که من نمیگذارم خب دیومی که همه درس میکنم سیومی که همه بغضا نشده که بیان برون گیلا شما میگذارم من نمیگذارم نه دیگه بچه خاله نه دیگه پاپوچو پاچو لولاوی یلکو اینا چیه؟ حالا نمیگذارم میگم من کی نمیگذاره؟ مادرمه بچی مثل ما بی صدای میری کی خبر میشه؟ وقتی که به ایران رسیدیم او وقت کسی خبر شد او وقت خرپورتی شده والله خیر فضا اولی خر میره کوپیلو شما نه بالی خرد نه گفتیم ما با تر میریم تو بربخت کن مسئله میگو من نفری دارم بچه میبینی که دومات به ایران قراری کرده گفتن شما بیاین ما کار بار شما تیار میکنم کرای شما را من میدم اگه تو میری گیلم گفت من خودی تو میرم تو قراری کرده بیا خودی باوری اینجا به خدا دست فایده نداره من برم بیا بریم و قد برارم 4-5 زیادی خود تیار کن که مبرا مصرف کنه خلاص به تحت ایران اینجا چیزهای مترای بگم پیدا کنه گرچه دیباره پیدا مهم کنه بجین آره که بیسته دار خیلی مهم بده و قد میره خود گوچاق برم اما درست دیگه درسته؟ گوچاق برم اما کردی گفتن بابا شما خبر میدون به خیر خوشی تا دور سر دگر کن داری میره بخیر شرط تو میری کسی خبر نشده دیگه نمیشه ما بیا من میرم مشکه ایتونی نیوم من میرم به شرط گیره تو نگیر کسی تو همه میگو تک بچه چه میگی نمیگو نه این بوش بردم دیل جمع خلاصه فقط کارا خود چیکار کن بله که میشه مادر از بیای بابا گنجگاه چی خونی مال خود شکینیه فیلم پیدا کنی آماده بشی که تو هم زنگ میزنی پول برکت مگرم من جزیری پیدا پول مگرم میفرد کجا کنم هزار جو میکنی پیدا کن فقط سیغ نشو بریم چه تو میشته با پل من میرم خب پس خدا خود چهار گفت زن بگی نه نفر دیگه هست گپ زدی 10 تا باشه 20 تا باشه 10 تاه بریم دیگه خب با ایشکی نگیر خوبه نه آره خوب شد بدیدم ایگور بشین همین که بستکم دو خوری برکو ایگور بستکم بشین ایگور به یاد تونه که به من گفتی برار ما به ایران من خوش دارم برو پیشیو آنه موی که تو راد عزیز یلا کمه بیام ادون خودی تو گفت زنم قراری کرده ما و گیلا عباس بچه خاله اینا ما این بریم بخیر به ایران 4 نفر میشه میری به ایران میری به ایران میری 4 نفر میشی خوشه عال باش عکسی میبینی بیا که ما خودی هم میری من عباس گیلا تو 4 نفر میشی میری به ایران میری چه چیز دیگه با بلال خوب بگو خوبه با گنگ چی بگم؟ بگو که صبح صبح وقت گفتن ساعت 4 بجه صبح انا ساخ خورانور داره خودم پولا خو که تیار کرده گم ساعت 4 بجه صبح ساخ خور داره خودی پولا خو بس نکاک بیا یا بله بیا چی گفت بگو بگو چی گفت گم به کجا میرسه هیچی من خیال گنگ خیال نانه خو کردم یک گپ یک پلان هست تو راست خور به من بگو من کومیش نسی راست خور بگو که چی گپه گم به کجا میرسه خور تیار کنه گردن ما بند باشه به هیچ جا گیلا من دروغ نمیگم اگر دروغ نمیگفتی اول راست خور نمیگفتی اول راست خور بگفتی رد او از زبان ما به زمین خورد بگو گیلا راست خور به تو میگم به گپ میفهمی بگو به تو بیستی هم میدم اماله مال میدم بگو تو گو بنده پولی بگو راست خور بگو
عباس و کجیر مر گپ دادن برور تران گپ دادن چی گفت دادم؟ مار دوتار گپ دادن چی گفتن؟ چه کار هسته؟ بچه خالا ما برار تران گپ دادن مران گپ دادن ما میریم به تا ایران به ایران؟ آه گونگرم ما به ایران ببره؟ گونگم کجیر خودی گپ زده گفت گونگم هستم هم هستم عباس هم هست کجیر هم هستم ما خودی ماما نیلیلا همین که پینه که پست نشده چشما بروشم این تا پیلانا از این سر تو سرقی و او یک وجبی و او یکی دیگه بیری میشه برار گونگ بی زبون مرم ما این گپ داریم بیستی بده خوب برو بیستی هم از منه برو برات کار خوب برو ما باز حل ده همستی خودی عباس و کجیر هم گپ میزنه بفهمیدی؟ گونگرم با ما بفهم نه دروغ گفتم بیستی دروغ میگی؟ صحیحه این تا سره از این سر شما باویری میشه برو